اگر من خودم موقعیم را انیق نمی کردم پس امکانیت سوء استفاده از نام من میشد و از این خاطر تا که تقلب نشود خودم موافق مقصد دانستم که همراه عائله‌ام در رای پرسی اشتراک کنم و همزمان باید تاکید کنم که با در نظر داشتی اون کمبودی هایی که در کارهای تشکیلی جهتی آمادگی برای پرسی بود و بعضی مسئله های برای پرسی پیشنهاد شده عقیده و موقع حزب ما را افاده نمی کند و اینچنین زمینه را برای دیگرگونی های صفتا نو در دولتداری رشد نهادهای جامعه شهروندی و تحکیم اساس های دموکراسی نمیگذارد. موافق مقصد دانستم که بر ضد مسئله های برای پرسی پیشنهاد گردیده رای دهم. باید به این نوبت گرفت که حدود 1.9 میلیون اهالی تاجیکستان که حق رایدهی دارند در خارج کشور همچون مهاجری کاری یا با دیگر سبب ها هستند و من گمان نمیکنم که با حساب خود از مناطق مختلف آنها به اچسکه‌های انتخاباتی آمده موقع خود را معین کنند، چون به این هم آنها مشکلات اقتصادی دارند و گذشته از این محض مشکلات حیات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان و امکانیت نداشتن عملی کردن حقوقشان برای مهنت در داخل کشور آنها را وادار نمود که امروز در خارج کشور باشند، نابسته از خللدار شدن حقوق و آزادی هاشان، مانعه ها و غیره ها و در داخل کشور باشد، چون اساساً حزب خلق دموکراتی و مقامات دولتی با جلب مقامات حفظ حقوق با کارهای تبلیغاتی تشویقاتی مشغول شد، رقابت کم اصلا نبود و اگر نمایندگان دیگر اندیشان از احزاب مختلف یا عالمان و متخصصان و فعالان جامعه شهروندی در این 2 ماه در ملاقات و واخوری ها اشتراک میکردند و کفالت امنیتی آنها را دولت تامین میکرد، بحث و مناظره ها می بود، یگان ضرورت برای استفاده از اصول های معمولی نبود و